حامدم این شکلیه، در واقع آقای ارجمندم این شکلیه، اون سالهاست داره فکر میکنه مالک اشتره و همچین اینمون صحبت میکنه، احساس مالک اشتریت درش هست. حامدم یکم اینجوریه، در ادامه صحبتاش یه دفعه عصبانی‌تر گفت که میخوام حرف بزنم. خب حامد حرف بزن. این اکتی که تو الان داری برای فحش دادن به علی خامنه ایه. بلند کنید میخوام حرف بزنم. با حرف بزنم حامد. فحش دادن به حمید فرخزاد که الان جزء مستحباته و در واقع جایزه هم بهش تعلق میگیره، یک مثلا بلیت رفت آمد به مشهد هم بهت میدن. بشین کارتو بکن، من نوکرتم هستم. خرج داری، نون داری، خرجت بالاست، باید پول در بیاری. ولی دیگه این قیافه رو نگیر، نگو آدمیم که مثلا دلم برای مردم سرم فلان است. نه نکن این کارا رو، من عصبانی نکن. تو داری فریب میدی مردم و ته حرفات میگی ما اینجاییم که بلکم فرجی بشه. تو داری مردم رو به سکوت دعوت میکنی. این آن چیزی نیست که وظیفه تو به عنوان یک هنرمند حامد.